دوستان عزیزم، امید هستم. امروز در خدمت آقای ریاضتی هستیم. ایشون مشاور و روانشناس در امور تعلیم و تربیت خانواده هستند. در ضمن ایشون در شرکت بوئینگ استراتژیست هستند، یعنی مشاور امور علمی و تحقیقاتی شرکت بوئینگ و بنیانگذار بنیاد Human in the Making و یا بنیاد انسان هستند. خیلی ممنونم آقای ریاضتی از اینکه با ما هستین. آقای ریاضتی، انگیزه شما از انتخاب چنین اسمی Human in the Making، یعنی انسان در حال ساخته شدن، اگر میشه به عنوان اولین سوال این رو جواب بدید ازتون ممنون میشم. مرسی. خیلی ممنون از دعوت شما. این نهایت درجه افتخار هست که در خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز باشم. بله، این سوال خیلی جالبی است، چون بر اساس تحقیقاتی که بنده به عمل آوردم، انسان یک موجود بسته و تمام شده نیست، بلکه انسان یک موجودیتی داره که همواره در حال نمو، رشد و تکامله. از این جهت انسان دیروز انسان امروز نیست و انسان امروز انسان فردانی. بنابراین وقتی که ما این بنیاد رو اسمش رو میخواستیم انتخاب بکنیم، انسان در حال ساخته شدن یعنی انسان در حال تکامل، یعنی انسانی که فرداش از امروزش بهتر باشه و امروزش از دیروزش بهتر باشه. هیچ موقع انسان فکر نکنه که اینی هست که هست و بهتر از این نمیشه، بلکه آیندهش همیشه درخشانه، میتونه درخشنده ترم بشه و کامله و میتونه کامل ترم بشه. بنابراین در حال ساخته شدن به معنی دیگه اینه که انسان یک معدنیه پر از جواهر که روز به روز این جواهراتش به عرصه ظهور میاد و هر چقدر این جواهراته که انتها نداره، شمارش نداره، در عرصه وجودی که میاره ما بهش میگیم در حال ساخته شدن، یعنی نهایتی برای کمال نیست. مرسی، ممنونم از شما آقای ریاضتی. سوال من این هست که شما چطور این انسان رو میسازید اینجا، یا راه شیوه روش این بنیاد به چه شکل است؟ ما اصلا معتقد نیستیم که ما انسانی رو میسازیم. برای اینکه انسانها رو ما معتقد هستیم که به صورت شمع‌هایی هستن، جواهراتی هستن که در هر فردی موجوده. هر انسانی عزیز عزت درونی داره. ما فقط باید یک وضعیت تربیتی و محیطی ایجاد بکنیم که این قابلیت‌های درون پرورش پیدا بکنه و طریقی که ما این کار رو میکنیم آن است که افراد رو دعوت میکنیم بیان در این سمینارها مسائل مختلفه رو بشنون، چشم و گوش باطن خودشون رو باز کنن، تفکر کنن، تعمق کنن و برای خودشون تصمیم بگیرن بدون آنکه برده و یا بنده اعتقادات دیگران بشن. بنابراین ما افراد رو نمی سازیم، بلکه هر فردی مسئول رشد خودش محسوب میشه. ما باید فقط فرصت محیطی و تربیتی ایجاد بکنیم تا این شمع‌های درون روشن بشه، به عوض اینکه افراد رو ظروف خالی ببینیم که آب رو باید پر کنیم و اینها رو اشباع کنیم. ما یا حداقل بنده ابدا معتقد نیستم که انسان‌های ظرف تو خالی هستند، بلکه انسان‌ها قابلیت‌های زیادی دارن ولی خودشون اونطوری که باید و شاید آگاهی ندارن به این جواهرات درونی. بنابراین خودشکوفایی هدف این ساختنه، یعنی انسان خودش بفهمه چقدر عزیزه
و خودش رو اسیر قیودات سنتی مذهبی که عزت و رفتش رو از بین میبره نکنه، در این طریق همیشه خودش رو میسازه. بنابراین ما نمیسازیم، ما وضعیتی رو ایجاد میکنیم که فرد به اراده خودش بسازه. به طور کلی وقتی ما میگیم انسان، چه تعریفی که همگان رو بتونه قانع بکنه، تفاوتی بین من و حیوان ایجاد بکنه؟ بله. ما چه تعریفی میتونیم مثلا در علم روانشناسی حداقل چه تعریفی وجود داره براش؟ بله، این سوال خیلی خوبی است و من ممنون هستم که شما این سوال رو مطرح فرمودین، چون فهم خود این سوال کمک میکنه به شناخت انسان. و همین دلیل هم هست که از زمان سقراط معروف است که سقراط جمله عالیش این بود که برو و خود را بشناس. و حتی این معروف است که هر کس که به خودشناسی موفق بشه در حقیقت به خداشناسی هم موفق شده. یعنی در اگرچه انسان شاید یه موجود صغیر و کوچکی باشه، ولی در درونش یک عالم عظیمی وجود داره. با توجه به این تعریف انسان دو حقیقت داره. یکی حقیقت جسمانیشه. این حقیقت جسمانی شریک میکنه اون رو با سایر حیوانات، ولی علاوه بر اون یک قوای دیگه ای داره که ما اصطلاحاً بهش میگوییم قوای انسانی روحانی. یعنی وقتی بنده روحانی رو به کار میبرم به مفهوم مذهبی به کار نمیبرم. روحانی یعنی یک قابلیت جامع تری داره، یک قابلیتی داره که فقط به فکر خودش نی، یک قابلیتی داره که عالم بینی داره، یک قابلیتی داره که از خودگذشتگی میتونه داشته باشه. بنابراین ما انسان رو دو تا حقیقت بسش قائلیم. یکی حقیقت جسمانی که اون با حیوان شریکه، یعنی در غرایزش من به جزئیاتش اول نمیخوام بپردازم، ولی در کلی ما حتی میبینیم از زمان ارسطو به انسان میگفتن حداقل حیوان ناطقه. یعنی حیوانیه که قوه ممیزش اینه که نطق میکنه. یعنی میتونه نطق هم بدین دلیله که میتونه فکر رو بکنه و فکر در حقیقت انسان رو نمودار میکنه و حقیقت انسان رو این ضابطه رو ما بهش میگیم روحانیت. بنابراین وقتی که ما تعریف از انسان میکنیم فقط به امورات جسمانی قائل نیستیم. این امورات جسمانی میتونه غرایزش باشه، میتونه شهواتش باشه، میتونه حتی تعلقش به امورات مادی باشه. اینا همش جسمانیه. یعنی هر چیزی که محدوده، اونها که با زمان و مکان میتونه عوض و بدل بشه ما بهش میگیم جسمانی. ولی یک حقیقتیه که این حقیقت در همه جا با انسان هست. در بلایا باش هست، در خوشی ها باهاش هست و اون حقیقت رو چون دیده نمیشه تعریف هم نمیشه. بنابراین برای جواب سوال شما ما نمیتونیم بگیم انسان چی هست، چون وقتی گفتیم انسان چی هست محدود کردیم. ولی میتونیم از صفات خود انسان، صفاتش رو بشناسیم و از روی صفاتش به اون حقیقتش نزدیک بشیم. به همین دلیل من فکر میکنم وقتی گفتن شناخت انسان مثل شناخت خداست، خدا رو نمیشه شناخت به ذات، ولی از روی صفاتش میشه شناخت. انسان رو هم نمیشه به ذات شناخت، بلکه از روی صفاتش میشه شناخت. حالا اون صفات چیه؟ اون چیزی که اون رو انسان میکنه. انسان در حقیقت یعنی انس ایجاد میکنه.
محبت ایجاد میکنه. یعنی وقتی که انسان ها، من با خودم اونس دارم در مرحله اول و بعد با دیگران هم اونس دارم، اون موقع من به انسانیت نزدیکترم. بنابراین در جواب سوال شما به طور مختصر و مفید این است که ما نمیتونیم حد و مرز نهایی برای تعریف و مقام انسان قائل بشیم، ولی میتونیم تشخیص بدیم از روی اعمال، رفتار و افکار انسان ها که آیا به انسانیت نزدیکتر هست یا خیر. مرسی، خیلی ممنونم آقای ریاضتی. پل سوالات زیادی به ذهن آدم خطور میکنه در رابطه با موضوع یا بحث انسان و موضوعی که شما مطرح میکنید. منتها سوال بنده این هست که آیا تفکیک میشه قائل شد بین جسم، روان و روح انسان، یا هر چی که اسمش رو بذارید، انرژی، ابعاد دیگه، این رابطه هماهنگی به چه شکل هست؟ چطور میشه تشخیص داد؟ بله، این سوال شما در حقیقت یکی از مسائلیه که روانشناسا و تراپیستایی که در این رشته های خدماتی هستن باهاش درگیرن. یعنی سوال شما در مورد این هست که آیا واقعاً جسم، فکر و روح از هم جداست؟ بله. و آیا یک کسی که میخواد کمک بکنه به سلامتی یک نفر، آیا فقط باید به اعمال طرف نگاه بکنه یا به مسائل درونی افراد نگاه بکنه، یا این دوتا با همه؟ تا اونجایی که دانشمندهای جدید در رشته روانشناسی مثل کارل یونگ، کسانی مثل ابراهیم مازلو، اینها نشون دادن که ما در حقیقت یک حقیقت وابسته و همبسته هستیم. یعنی فرد یک حقیقت جسمانی داره، یک حقیقت فکری داره، عقلانی، و یک قابلیت روحانی داره، ولی این سه تا باید با هم کار بکنن. به همین دلیله که وقتی که شما جسمت سالم تره، شما عقلت هم بهتر کار میکنه. وقتی عقلت از اضطراب راحت تره و از اضطراب برکناره، نگرانی نداره، ترس نداره، شما قوای روحانی درونیت رو بهتر میتونی شکوفا بکنی. یعنی به عبارت دیگه، به زبون دیگه، اگه ساده تر بخوایم این قضیه رو مطرح کنیم، اگر روح انسان رو شما به عنوان یه دوچرخه سوار در نظر بگیرین که این دوچرخه دو تا چرخ داره، یکی جسمشه یکی فکرشه، این دوچرخه سوار بدون جسم و بدون فکر نمیتونه این چرخ رو به حرکت در بیاره. ولی حقیقت انسان نه چرخ اوله که جسمشه، نه چرخ دومه که فکرشه، بلکه یه دوچرخه سواریه که این چرخ رو به حرکت در میاره. ما اون رو اصطلاحاً بهش میگیم قسمت اعلا و ارتقایی و روح انسان. این چیزی بود که از قدیم الایام، شاید در حدود 5000 سال قبل، در بین نفوسی که در هند این تعالیم رو ترویج میکردن، همیشه دلشون میخواست که ما انسانها رو به عنوان یه سیستم بگیریم. بنابراین سلامتی موقعی ایجاد میشه که انسانها و مخصوصا این متخصصینی که به این شرافت فائز شدن که دارن خدمت میکنن به این دوستانی که میان در حضورشون، که فقط هدفشون سلامتی جسمانی یا ظاهری نباشه، فقط هدفشون این نباشه که فکر عالی داشته باشی، فقط این نباشه که ایده های عالی روحانی داشته باشی، بلکه هدف این باشه که اعمال شما که یه چیز ظاهریه با نیت شما که یه چیز باطنیه
با اهداف شما که یه چیز والاست که ما بهش میگیم روحانی با هم بخونه. اگر این ایجاد بشه ما به سلامتی نزدیکتریم. یعنی امید عزیزم، به زبون دیگه ما یه سیستم میبینیم، فقط اجزا نمیبینیم. این مثل یه سیستمیه که شما اگر یکی از عضوهاش به درد بیاد سایر اعضا هم در حقیقت کار نمیکنه. به همین دلیله که اونهایی که روانشناس حقیقی هستن کسانی هستن که انسان رو به عنوان یه مجموعه میگیرن و خود فرد هم باید خودش رو مجموعه بگیره، مجموعه ای از احساسات، عواطف، ترس ها، خشم ها، و هر چقدر بتونه هماهنگی ایجاد بکنه بین باطنش و ظاهرش به سلامتیش نزدیکتر میشه. خیلی ممنونم آقای ریاضتی از پاسخی که دادین. طبیعتا با سوالاتی که پیش میاره برای من، یکیش این هست که شما فرمودین اگر این سیستم در هماهنگی با هم کار نکنه نشان از اختلال یا یک مشکل پرابلمی توی انسان هست. حالا چیکار باید کرد که اون ارزش‌ها و اعمال من و گفتار من و این سیستم با هم هماهنگ باشه و یه چنین مکانیزمی در انسان کار بکنه؟ همونطور که عرض کردم سوال شما در حقیقت جوهر و هدف علم روانشناسیه. یعنی چگونه ما هماهنگی حقیقی ایجاد بکنیم بین اعمالمون، افکارمون و نیتمون، یعنی اون انگیزه های درونیمون، و چگونه این انگیزه ها و نیت هامون و افکارمون و اعمالمون با عالم کلی جهانی هم بخونه. در حقیقت امید عزیزم اختلال یه چیزی هست که ما باید خیلی مواظب باشیم چگونه استفاده میکنیم. به همین دلیله که الان روانشناسی جدید سعی میکنه که مردم رو از قالب کردن و لیبل کردن و اسم گذاشتن رهایی بده. یعنی حبیب ریاضتی امکان داره یه اشکالی داشته باشه، ولی این اشکال تمام موجودیت او رو تشکیل نمیده. یعنی اگر فرض بکنید بنده افسردگی دارم، افسردگی من جزء حقیقت وجودی من نی، بلکه یه مشکلی هست که به خاطر عدم هماهنگی بین نیت من، هدف من و اون اعمال من ایجاد اومده که این یه حالتی رو ایجاد کرده که من بهش میگم افسردگی. پس افسردگی جزء وجود من نیست. اینه که ما هیچ موقع نمیگیم امید افسرده است، حبیب افسرده است، بلکه میگیم حبیب یه انسانیه خیلی هم عزیزه ولی این مشکل رو داره و مشکل هم راه حل داره. بنابراین ما قادر میکنیم فرد رو به جای اینکه اسیر افسردگی بشه در حقیقت خودش رو غالب و حاکم بر افسردگی ببینه. حالا چگونه این کار رو باید کرد؟ این سوالیه که تمام ما بایستی بهش توجه بکنیم. خیلی جواب دادن به این سوال مشکله. چرا؟ بدین دلیل که نیت ما و اعمال ما و اهداف ما وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم داره با اصول اعتقادی ما، با اصول فرهنگی ما، با تعلیم و تربیتی که گرفتیم و از همه مهمتر با تجربیاتی که در سنین اولیه کودکی داشتیم
مخصوصاً با کسانی که ما رو بزرگ کردن. این مجموعه ها باعث شده که در حقیقت ما این عدم هماهنگی رو ایجاد کنیم. اگر اجازه بفرمایید من یک نمونه ای رو برای شما بدم به عنوان مثال که شنوندگان و بینندگان بتونن بهش ارتباط پیدا بکنن. ببینین اگر من یه اصول اعتقادی داشته باشم که مثلا به ما بگه که زنها پایین ترن از لحاظ مقام انسانی از مردها، بله. خب اگر من این اعتقاد رو داشته باشم، خب در درون من اگر ما بیام به معتقد باشیم انسان ها همه انسانن و در نزد حق و حقیقت نه مردی هست نه زنی، ولی این رو ما میگیم، ولی اعتقاداتمون میگه مثلا مردها بر زنها ترجیح دارن. من کاری ندارم چه کسی چه اعتقادی داره، من فقط میخوام نکته رو برسونم. خب وقتی شما اعتقادات یه چیزه، نیت یه چیز دیگه است، بعد برای اینکه مردم داری بکنی باید تظاهر به یک عملی بکنی که شما ذاتاً بهش معتقد نیستی و اعتقاداتت هم نمیخوای پایمال کنی. اونجاست که این دوگانگی ها پیش میاد. به همین دلیلی که یکی از کارهایی که میشه کرد که این هماهنگی رو ایجاد کرد، در مرحله اول ما بیایم به تمام اصول اعتقادیمون فکر کنیم، چون اصول اعتقادی ما هست که به ما میگه چطوری در مورد خودت فکر کن، تو مقامت چیه، تو عزت در چیه. اگر مثلا من اصول اعتقادیم اینه که عزت یک انسان به مقامشه، به مالشه، به پولشه، به این که چه لباسی میپوشه، خب من خیلی بیچارم، افسردم اگر فکر کنم که خب حالا که من که پولی ندارم، من توی خونه‌ای دارم زندگی میکنم که اون عزت من رو اونطوری که میخوام به وجود نمیاره، اینها باعث میشه که من افسردگی ایجاد بکنم. یعنی اگر من بگم دنیا در حقیقت جاییه که من عزتم رو در مال دنیا نبینم، بلکه مال دنیا رو وسیله‌ای بدونم برای خدمت به نوع بشر، این یه طریقت اعتقادیه و این طریقت اعتقادی باعث میشه که من نیتام عوض بشه. چون اگر من عزتم رو در این نبینم که باید پولدار باشم، باید سفید باشم، باید این باشم، باید اون باشم، اون موقع خودم برای خودم بیشتر احترام قائلم و مردم رو هم قضاوت نمی کنم به خاطر رنگشون، به خاطر مالشون، به خاطر جنسشون. بنابراین امید عزیزم، هدف بنده این است که اصول اعتقادی ما هر چقدر جهانی تر باشه، انسانی تر باشه، جامع تر باشه، هماهنگی ما بیشتره. چون این هماهنگی فقط برای من نیست، من باید با خودم هماهنگی داشته باشم و با دیگران هم هماهنگی داشته باشم. برای اینکه با دیگران هماهنگی داشته باشم باید اصول اعتقادی داشته باشم که در حقیقت عزت همگانی رو بطلبه. یعنی در حقیقت عمل اخلاقی من اون عملیه که عزت همگانی رو بپسنده. پس بنابراین در جواب سوال شما یکی از عوامل مهم اصول اعتقادیه. چگونه من در مورد خودم فکر میکنم، چه چیزی رو اسباب عزتم میدونم یا ذلتم میدونم، چون اون کاری که میکنم در حقیقت کانسکوانس یا نتیجه اون افکاریه که دارم در مورد خودم. اینه که در علم روانشناسی میگن اگر میخوای اعمالتو عوض کنی، اگر افکارتو عوض کنی، اعمالت عوض میشه. چرا؟ چون اعتقاداتت که عوض کنی، نوع احساساتت عوض میشه. نوع احساساتت که عوض کنی، در حقیقت اعمالت عوض میشه.
پس بنابراین هر چقدر اعتقادات من سالم تر باشه، مثلا من نرم دنبال سیستم اعتقادی که بخواد یک فرد رو بر فرد یه ترجیح بده، نرم دنبال یه سیستم اعتقادی که بگه این گروه به خاطر رنگشون، به خاطر نژادشون، به خاطر اینکه مؤنثه یا مذکره، زنه یا مرده، ارجحیت دارن، برتریت دارن. نرم دنبال سیستم اعتقادی که بگه این گروه چون از یه طبقه خاصی میان، اینها باید از یه مزایایی برخوردار بشن که دیگران نباشن. نرم دنبال سیستم اعتقادی که به من بگه فردی رو به خاطر دینش، به خاطر اعتقادش، چون با من فرق میکنه، بنابراین اون رو باید در مضیقه بذارم. هدف بنده اینه امید جان، که سیستم اعتقادی ما در حقیقت احساسات ما رو ایجاد میکنه، احساسات ما اعمال ما رو ایجاد میکنه. اینجاست که دوگانگی ایجاد میشه. و اگر ما مواظب نباشیم میبینیم که خیلی موقعها این سیستم‌های اعتقادی انقدر افراطی میشه که خودمونم متوجه نمیشیم که اعمالمون چقدر ضرر به خودمون میزنه، تا اینکه نتایج شخصی میشه. یعنی وقتی گیر میافتیم، وقتی واقعا افسرده میشیم، اون موقع میریم دنبال کمک، و کمکه میبینین موقعیه که سیستم اعتقادی رو عوض کنه. باور و ارزش‌های اعتقادی انسان داریم صحبت میکنیم آقای ریاضتی، و این سوال پیش میاد که هر انسانی ارزش‌هایی داره و اعتقاداتی داره. اولا این اعتقادات از کجا ریشش از کجا هست؟ آیا ژنتیکه؟ آیا تربیته؟ آیا محیطه؟ و اینکه چطور ما میتونیم تشخیص بدیم که این ارزش‌های انسانی، وجدانی و باورهای ما اصلا درست هست؟ یعنی ما چه میزان و چه ملاکی داریم برای تشخیص؟ چون امکان داره، ببخشید، یک نفر از بیرون اون عملی رو که من انجام میدم خوب ندونه و در عوض یک شخص دیگه اون رو خوب بدونه، و من در تضاد با دیگری باشم و اون در تضاد با اون یکی، و یک چنین حالتی هم عالم امروز داره. بله. یعنی ارزش‌های انسانی برای هر گروه در هر انسانی متفاوت با یک گروه دیگه است، و این وسط در این آشفته بازار ما چطور میتونیم به یک میزان و ملاکی که نسبتاً جهانی و به نفع کل بشر باشه برسیم؟ آفرین. این سوال به نظر من زیرپایه تمام سوالات دیگه است. یعنی شما اگر در عالم انسان الان به دقت ناظر بشین، توجه بکنید، میبینید که هر کسی یه اصول اعتقادی داره. بله. اصلا نمیتونی شما زنده باشی بدون اصول اعتقادی. ما کاری نداریم که اصول اعتقادی چی هست، ولی هر کسی یه اصول اعتقادی داره. برای اینکه عزیزانی که به این برنامه توجه میکنن این رو بتونن به صورت شخصی باهاش روبرو بشن، اصول اعتقادی مثل یه عینکیه که به شما کمک میکنه که دنیا رو ببینی. اصول اعتقادی یعنی مجموعه باورهایی که من به صورتهای مختلفه و عوامل مختلفه در ذهن و قلب خودم ایجاد کردم که این باورها میزانی میشه برای تشخیص خوب و بد برای من. این باورها وسیله میشه برای اینکه من چگونه به خودم نگاه میکنم. چرا من بعضی موقع احساس کمبینی میکنم؟ چرا بعضی موقع احساس خودبینی میکنم؟ چرا یک نفر رو من مغرور میبینم، یک نفر دیگر رو ضعیف میبینم؟ تمام این پدیده ها نتیجه باورهایی که ما داریم. یعنی انقدر این مهمه. به همین دلیله که اکثر فلاسفه درجه یک عالم، از افلاطون تا امانوئل کانت تا برتراند راسل
همه در این شریک هستند، به انضمام به علاوه روانشناسای جدید مثل ابراهیم ماسلو، مثل کارل یونگ، مثل آلفرد ادلر که میگفت اصول اعتقادی همش. بنابراین حالا صحبت سر اینه، سوال شما در حقیقت من رو به اینجا میرسونه، چه اصول اعتقادی رو من ایجاد بکنم که هم عزت خودم رو ایجاد بکنه هم عزت اهل عالم رو. حالا برای اینکه به این توجه بکنم، اولین چیزی که بایستی بهش من بی اندازه جنبه هوشیاری داشته باشم اینه که اصول اعتقادی من چه مذهبی باشه، چه سنتی باشه، چه فرهنگی باشه، چه خانوادگی باشه، وسیله است، هدف نیست. یعنی به محض این که اصول اعتقادی بشه هدف، اون موقع من عزت انسان رو میتونم پایمال کنم. اینه که شما میبینید خیلی ها به خاطر اوهاماتی که دارن ولی خودشون اونها رو اصول اعتقادی محکم میدونن، جانها رو فدا میکنن. چه بسا که خودشون رو فدا میکنن ولی فکر میکنن که دارن فدای اصول اعتقادی میشن. پس اولین نکته قابل توجه به نظر بنده که در رشته روانشناسی و در رشته علمی این تحقیق رو بلخص فلسفی به عمل آوردم، به من این رو یقینا نشون داده که اصول اعتقادی ما وسیله است نه هدف. این خیلی مهمه که بهش توجه بشه. به نظر من تمام دردهای عالم در امور سیاسی، در امور اداری، در امور تشکیلاتی به خاطر این بوده که ما اصول اعتقادی رو اصل گرفتیم، انسان رو فرد گرفتیم. اینه که ما انسانها رو پایمال میکنیم برای اینکه اصول اعتقادیمون رو ثابت بکنیم. دقت میکنین چقدر مهمه. چگونه اینا ایجاد میشه؟ دلایل زیادی داره. از جمله دلایلی که ما میبینیم الان هست اینه که انسانهای وابستگی، دیپندنسی بیمارگونه ایجاد کردن با اعتقاداتی که دارن بدون اینکه این اعتقادات رو خودشون تحقیق کنن و بررسی کنن. یعنی به نظر بنده هر فردی بایستی مستقل از این که کجایی هست، چه دینی داره، چه مرامی داره، چه باوری داره، باید خودش با گوش خودش، با چشم خودش، با عقل خودش در تمام مسائل اعتقادی ای که داره تحقیق بکنه. چون تا خودش تحقیق نکنه اون میشه برده این اصول اعتقادی و تمام خلاقیت درونیش از بین میره. وقتی خلاقیت درونی از بین رفت شما میشی برده. به همین دلیله که بحث خدا و دین در قرن 21 یک مفهوم انقلابی پیدا کرده. دیگه ما نمیتونیم دین رو وسیله کنترل بگیریم. دیگه ما به خدایی نمیتونیم معتقد بشیم که در یه گوشه‌ای در عالم نشسته و به ما میگه تو برده من هستی، بلکه ما به یه خدایی میخوایم معتقد بشیم که به ما خلاقیت درونی میده. به همین دلیله که ما الان میفهمیم راه وصول به خدا خارج نی، داخله. به همین دلیله که کسانی مثل سقراط وقتی میگفتن اگر خودتو بشناسی خدا رو میشناسی. به همین دلیله که 5000 سال قبل کسی مثل کریشنا در کتاب گیتا میگه تو هر چقدر خودت رو بیشتر بشناسی، عزت درونیت رو بیشتر ببینی، تو اون موقع به خدا نزدیکتره. یعنی ما باید از این بردگی و بندگی بیایم بیرون.
ما باید به عزت کلی خودمون قائل بشیم. بعد اصول اعتقادی محورش چیه؟ بیایم از خودم بپرسم من آیا این اصل اعتقادی که دارم، هر چیزی که هست، هر باوری، آیا کمک میکنه به من که انسان بهتری باشم؟ انسان یعنی چی؟ انسان یعنی اون کسی که هر روز پیشرفت میکنه و پیشرفتش هم معیارش اینه که چگونه نفع میده به اهل عالم. یعنی من مرکز خدمت باشم برای دیگری. حالا آیا باور من کمک میکنه به اون؟ مثلا یه مثال بزنم بعد پیش بریم. اگر من معتقد باشم که انسان ها تماما شرن، شما فکر نمیکنه این در طریقی که من با دیگران ارتباط برقرار میکنم تأثیر میذاره؟ میذاره. بله. آیا همین اعتقادات نبود که نیچه، اون فیلسوف معروف، ایجاد کرد که انسان‌ها خودخواهند، انسان‌ها دنبال لذتند، انسان‌ها میخوان که برتر بشن و ما هم بایستی برتره رو فقط ساپورت کنیم. و همین دلیل که کسانی مثل هیتلر باور اعتقادیش نیچه بود. یا شما مثلا ببین، من فقط میخوام باور اعتقادی، من دارم شواهد علمی میارم. شما مثلا فرض کنید این چیزی که در مورد نیچه عرض کردم در یک کتاب خیلی معروف Beyond Good and Evil در Genealogy of Morals، اینا چون اصلش انگلیسیه من همون کلمات انگلیسی میگم که بینندگان عزیز بتونن خودشون تحقیق کنن. شما وقتی اینا رو میخونی انسان رو در حقیقت یه موجودی میبینه که برتری درش هست، خودخواهی هست. حتی اینا به جایی رسیدن که میگفتن یه نژاد خاصی از همه برتره. اینه که هیتلر وقتی که میگفت ژرمن ها بایستی بمونن بقیه برن، این اصول اعتقادیش میکنن. یا مثال، اگر شما داروین رو بهش توجه کرده باشین، اگر شما قبول بکنید که انسان از روز اول عالم که ما نمیدونیم که یه انسان خلق شده، آیا این اصول اعتقادی شما رو با اینی که معتقد باشی یا باورمند باشی که انسان در حقیقت از حیوان ناشی شده، آیا این طریقتی که ارتباط ایجاد میکنه فرق نمیذاره؟ چون اگر واقعا ما داروین رو بگیریم به صورت ظاهری، داروین خیلی مرد متفکری بوده، ولی من میگم چطوری میتونه باورهای علمی حتی ازش سوء استفاده بشه، که چگونه اینها برداشتن گفتن تنازع بقا، نسل انسب یعنی نسل بهتر. پس اینا میگفتن پس اون کسی که ضعیفه باید از بین بره، اون کسی که قویه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نژادی، اون باید بمونه بقیه برن. آیا این باور باعث نمیشه که شما عدالت رو از بین ببری؟ دیگه دنبال اونی میگردی که از همه خوشگل‌تره، از همه قوی‌تره. عزت انسان‌ها در حقیقت به خاطر فلسفه شما داره از بین میره. به همین دلیله که من 100% با شما موافق هستم که ما باید شخصاً بیایم اصول اعتقادی خودمون رو که از پدران ما و مادران ما به ما رسیده، یا فرهنگ هایی که داریم، عادات فرهنگی که داریم، عادات سنتی که داریم، عادات تعلیم و تربیتی که داریم، همه رو مورد مؤاخذه و سوال قرار بدیم و از خودمون بپرسیم آیا این مجموعه کمک میکنه که من یکی باشم با خودم؟ آیا من حبیب، شما وقتی میخوایم منو معرفی کنی، من باید خوشحال باشم به این که به من بگن یک کسی که خادم نوع انسانه، یا این که این مقامو داره اون مقامو داره؟ مقام چه ارزشی داره؟ ببین باور منه که اینا رو کار میکنه. به همین دلیله که اگر من بیام بگم من خادم نوع انسانم، ولی این فضل رو دارم که مثلا در یه رشته یه خدمتی بکنم، در رشته روانشناسی یه خدمتی بکنم، من عوض این که بیام بگم من روانشناس هستم که نیستم،
من روانکاو هستم که نیستم، بلکه بگم من در رشته روانشناسی مشاور خانواده که هستم، ببینیم مشاورم، نه اینکه مردم رو عوض میکنم. این باورهای من در مورد خودم هست که من رو خادم بهتری میکنه. پس محور چیه؟ جواب سوال شما اینه. عمل اخلاقی، عمل انسانی، اینه محورش. این اعتقاد، این عمل، این فکر چگونه من رو صادق بار میاره که من به خودم دروغ نگم. من به خاطر اینکه شما منو دوست داشته باشی چیزایی نگم که شما خوشت بیاد. حرفام رو هی عوض نکنم بر حسب اینکه چه کسی رو ملاقات میکنم. محور اصلی پس اینه که من همیشه اصالت انسانی خودم رو حفظ کنم. اصالت انسانی یعنی چی؟ اعتقادات من، افکار من، احساسات من، نیت من با اعمال من همش یکی باشه. ولی با چی یکی باشه؟ اعتقادم اونی باشه که بتونه وحدت، سعادت، عزت برای همگان قائل بشه. به همین دلیله که امید جان من فکر نمی کنم من به عنوان فرد میتونم اصول اعتقادی داشته باشم که نفع عمومی درش نباشه. به همین دلیله که اکثر مشکلات روانی که شما بهش اشاره کردین ریشش خودخواهیه. خودخواهی فرق میکنه با عزت خود رو خواستن. ما این دوتا رو باید اصلا تفکیک کنیم. خودخواهی موقعیه که شما حقیقت خودت رو از دست میدی. حقیقت تو چه از بین میره؟ وقتی که احساس اضطراب میکنی، وقتی احساس برتری میکنی. پس بنابراین جواب سوال شما به نظر بنده این است که هر فردی باید، ما بهش میگیم جستجوی حقیقت، هر کسی باید برای خودش اعتقادات خودش رو مورد سوال قرار بده. چون یادتون باشه شما اگه به یه چیزی معتقدی دلیل برای این نیست که درسته. ما میتونیم یه مجموعه اوهام درست کنیم بسشو بذاریم حق. بنابراین ارزش در اینه که نفع اجتماعی برای پرورش انسانهای بیشتری مثل گاندی، پرورش انسانهایی مثل اینشتین، پرورش انسانهایی که از خودگذشتگی نشون میدن برای اینکه به خود اصلی خودشون که روحانیه برسن. اینها کسانی بودن که به قول مازلو به سلف اکچوالایزیشن رسیدن، یعنی شکوفایی حقیقت درونی. اون موقع شما میبینی اینا به انسانیت قائلن. به هیچ سیستم اعتقادی که بگه تو امید چون اعتقاد دینه من تو رو مورد مؤاخذه قرار میدم تو بدی، بلکه ما میگم امید جان این اعتقادات تو چجوری میتونه من رو انسان بهتری بکنه، چجوری میتونه تو رو با من اون ست رو بیشتر کنه. این ملاکا باید عوض بشه. به همین دلیله که تمام وضعیت ما بر روی تربیت.